اولین اساسگذاری این مجمع که در عصر هفت معمر شده است این استادهای سرمشهری بودند و قبر یکی از برادرزاده های حضرت محمد علیه السلام در اینجا دفن شد و همون آدم به اساسگذاری همین مجمع حضرت شاه است و درباره آنجا ما در آن طرف ما می‌بینیم مقبره خدایار بهلوی یکی از حاکمان سرمشهر بود که در عصرهای 18 خانه کرده است. نمازگاهی که در اینجا مردم نماز می‌خواندند و عصر ایستر تعلق دارد، عصر 1920 تعلق دارد و از روی گپی مردم و بعضی روایت ها و بعضی مؤخذ ها این بنا رو که از گذر تال یک قابل بای نام جمعی بای گذشتگی بنا رو ساختند و از گذر باغ سلیم بای صفا گفتگی آدم باید که ایوان همین رو ساخته باشد که من قریب یکنیم دو عصر می شود که آن در هست مردم بیواسه در اینجا باز نماز می‌خوانند و این بناهای دیگری که ساختند این با شخصان علاوه تعلق دارد هر کسی یک سهم خود را گذاشتند